سرخط خبرها. آمادگی گروه تماس وزارتی سازمان همکاری اسلامی برای سفر به کابل. دولت قزاقستان میگوید نشست فنی برای آماده سازی این سفر در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. به خاطر رفع این مشکلات هم سازمان اسلامی تلاش میکنه که بینجی گیری کنه. شکاف سیاسی در اسلام آباد بر سر افغانستان. وزیر دولت در امور داخلی پاکستان با انتقاد از حزب تحریک انصاف گفت که اعضای این حزب به جای دفاع از افغانستان به این کشور بروند. مسدود ماندن مسیرهای ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند اسلام آباد تاکنون درباره بازگشایی مسیرهای ترانزیتی تصمیم نگرفته است. پاکستان زموږ تجاران ته هدایت ورکړل چې د خپل مالونه بیرته وباسي ویسي هغه ملک نه کوم راوړي دي هماغه ملک ته ویسي. و نفوذ تروریست ها در اعتراضات ایران. وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که مرحله سوم اعتراضات دیگر تظاهرات نیست بلکه جنگ تروریستی در جاده هاست.